وکه هر مه روژا دوشمه آمارین انفلاسیونا مه آدارین باکوری کردستان و ترکیه هاتن اشکره کرن. لگوری سازی آمارانیا ترکیه انفلاسیونا سالانه کود ثبات ده جسادی 55.8 بو، ده آدار ده بو جسادی 5.51 داکتیه. انفلاسیونا مهانجی جسادی 2.29 ده وک خمایه. لهمان آمارین گروبا لکولینا انفلاسیون اناگه و ده بازرگانی استانبول ایتوی جین توی که جدانه. اپوزیسیون لهمبر و تابلوی آبوری و باندوراویا لسروالاتیان رخنیان لدسلاته دگره. Mart ayında 12 aylık enflasyon ENAG'a göre دادر در لگوری آناگی انفلاسیونا 12 مهان جسادی 112 نیوه لگورو ده بازرگانی استانبول جسادی 73 ده هفت مهین داویه ده فرق دنابرا توی که ده بازرگانی استانبول ده زیده جسادی 20 لوالات کی ریگلک بابونه لجهان نرخ خوراکی داده که لیل جمعه هین ریکوران تو ماردیکه دادر ده انفلاسیونا خوراک زیده جسادی 67 لگور آمارن بانک جهانی ام ده انفلاسیونا خوراکی ده دناوا 5 ولات انسرکه دنه رکابرین ما ولات رواندا و گانا و سریلانکا نه دمکی ده که امالات چاندنیه نه لحال ما بنیرن کوی حکومتا بکید نهاتی ام خستنا ناف. Kıymetli kardeşlerim, دسلات بخواجی باندورین انفلاسیونا بلند این لسر ده براولاتیان رد ناکه لبحثا روبروبونا لگل انفلاسیون دیگه. وزیر دارایی ترکیه پشتی اشکره کرنا آمارین انفلاسیون لسر حساب خوی مدیا جواکی گوت مخابن مسالا 2022 اند سیا کریزین لپایه و پرالیده بگوشار انفلاسیونا بلند در باز کر. هلبت هایامج باندورین نرینین انفلاسیونا بلند هیه. جبر ویجی ام تتاویزه که جروبروبونا خویا لگل انفلاسیون نادن. سروکی پارتیا دموکراسی و پیشوچون علی بابا جانجی لهمبر ریجیا بلند انفلاسیون آماجه به صندوقین دنگدان داو گوت انفلاسیون بلند در وی رومتا مروه. چلو یک روژین داوی آرمانجا میا سرکه دی روبروبونا لگل انفلاسیون به. لگور آمارین مالپرا تریدینگ اکونومیکس ترکیه لسرانسری جهانی در ریزا ده همین یا وان ولاتان ده یکو انفلاسیوناوی هری بلنده. دناف ولاتین اوروپای ده جی یکمو، دناف ولاتین جی 20 ده جی دوی ریزبندیه ده در ریزا دویمین ده. جبو هلبجارتن انگشتی 4 روز لپیشیا خلک باکوری کردستان و ترکیه نه. روشا آبوریا ولات جی مجارا سرکه یکو اپوزیسیون لدیجی دستلاتا 20 سالی AKP وکی کارتا گواشه هریزی ده بکارتینه. فردی ساک روداو